شریفجان زاکر ساکن روستای ضربدار قرغانتپه و از عاملان اصلی ترکش مرگبار در این شهر به حبس ابد محکوم شد. ترکش در نزدیکی پایگاه 201 روسیه در قرغانتپه ماه اپریل امسال یک کشته بر جای گذاشت. محمد کنجزاده دادرس دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر هنگام قرائت حکم گفته است که شریفجان زاکر اینچنین به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی و کشتار یک جوان همجنسگرا در تاجیکستان عیبدار است. دادگاه خواننده صنف نهم رجب جان زاکر برادر شریف جان زاکر را نیز برای همدستی در انجام ترکش شهر قرغانتپه 5 سال از آزادی محروم نمود. ساکنان دیگر ولایت ختلان روشن فیضیف، رستم جان امیرخواجیف و سعدی سعیدов برای شریکی در انجام ترکش و جنایت‌های دیگر از 13 تا 15 سال زندانی گردیدند. در مجموع این افراد بر اساس 10 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و ساختن غیرقانونی سلاح عیبدار شدند. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به مقامات دادگاه عالی گفت که شریفجان زاکر از سال 2015 با گروه دولت اسلامی رابطه داشت و با افراد به مثل معاویه، ابو مهاجر، ابو اسامه نارکی و چندین نفر دیگر در تماس بود. به قول منبع او بعداً به این گروه برادر و پسری نابالغ امکش را نیز جلب کرده است. مقامات دادگاه عالی میگویند این افراد برای نصب پرچم سیاه در تپه قرغان و باغ مرکزی شهر قرغانتپه نیز عیب دارند. مقامات میگویند پس از اجرای این عمل که نوار آن را به اعضای دیگر دیش فرستاده است، شریفجان زاکر ماه آگوست سال 2016 تصمیم میگیرد یک جوان همجنسگرا را به قتل رساند. با گفته مقامات او 2 دفعه طریق یاندکس دنگی برای عملهای تخریبکارانه از اعضای دیش 9000 روبل روسی گرفته است. بنا به خلاصه دادگاه هدف ترکش ماه اپریل در شهر قرغانتپه نظامیان روس بودند، ولی چون شخصانی مهم به ضربین نافتادند محل ترکش به نزد بینای دادستانی حربی کوچیده است. در پی این ترکش حسنبای رحمانوفی 67 ساله جان باخت. مقامات میگویند یک مقصد این ترکش خللدار کردن امنیت جمعیتی و ترسانیدن اهالی بود. باری اول است که درباره عاملان ترکش در شهر قرغانتپه تفصیلات پوره داده می شود. مقامات این حادثه را رسما کار گروه تندروی دولت اسلامی عنوان کردند.